بررسی این فرمانها نسبت شخصانی که بیرون از جمهوری قرار دارند اجازه داده می شود باید کرد این فقط تجربه تاجیکستان نیست. در اکثر دولت‌های دنیا همین معیار همین مقررات هست. وقتی که شخص جنایت صادر می‌کند و مثلا جنایت‌های وزنی و فرار می‌کند از حدود دولت، قانونگذاری ملی اجازه می‌دهد که پرونده جنایتی تفتیش کرده شود. حتی بررسی سودی اجازه داده می‌شود که حکم قبول از سند سودی قبول کرده شود درباره گناهکار بودن یا که بیگناهی عنوان شود. من فکر نمی‌کنم که این تغییرها محض با نظر داشت که یک چند نفر صاحب مخالفین از ایباره مخالفین هم نداریم همه این چیزها تا و امضا رسیدن سازشنامه عمومی ستاره صلح و رضایت ملی بود. از روزی که این سازشنامه به امضا رسید و در دوران قریب 2.5 سال کمیسیون شورای ملی فعالیت کرد، تمام طلبات چی سازشنامه عمومی و چی دیگر پروتکل‌هایی که به امضا رسیده بودن با پایگی اجرا کردیدند، یعنی ایباره مخالفین ما نداریم و به این خاطر روانه کرده نشده است. لیکن از طلبات این تغییرهایی که وارد کرده شدند برمی‌آید که نسبت این گونه افرادی که جنایت‌های مخصوصاً وزنی صادر می‌کنند و فرار می‌کنند قانونگذاری اجازه می‌دهد که پرونده جنایتی تفتیش کرده شود و بررسی کرده